همداران عزیز 8 آگوست سال 2024 است. ما با همراهی مهمان بوب جونسون پروفسور اونیورسیته ترومن شتات متحده آمریکا قرار داریم یک چند روز شد همکاری کرده شدیم. جناب جونسون رو یوسعید سفربر کرده آورد که با ما کمک‌های مصلحتی دهد. اویدی کسالی‌های رسانی، اویدی پرورش‌ها و اینها البته پیشرفتگی هستند ما می‌دونیم و لیکن با این نگاه نکرده انگور پروری ما رو دیده در حیرت موندن و حاضر ما سوال میتیم اویدی استفاده بیogumус که در تاجیکستان 2 سال اخیر است اوج گرفته شده است و میپرسیم که در امریکا هم استفاده میبرن یا نه. یک سوال تید اگر با اکای بوب که استفاده بری بیogumus Vermicompost چه خیلی است برامون داشته در امریکا و چه فایده ها دارد و این رو استفاده بریم خوب است یا که موادهای شیمیایی رو. In recent years in Tajikistan there has been trending use of Vermicompost like in recent 3 years. And what are the situation with production and use of Vermicompost in the United States and what are advantages of it? So some of the more organic producers in the US have started to use a lot more vermicompost, and vermicompost does a couple of things. Like one is just added nutrition, but it's also going to help improve the soil structure of the soil, thereby increasing water holding capacity, nutrient holding capacity, and just general leads to better plant vigor. بعضی از استحصال کنندگان میوه‌های ارگانیک در آمریکا با استحصال بیوگوموس آغاز کردن، از آن استفاده میبرند و بعضی از برتریت‌های بیوگوموس این است که what are the advantages? Can you repeat please? So some of the advantages is it provides nutrition. It increases water holding capacity. خزانگی زمین رو و میوه رو بهتر میگرداند و آب رو ذخیره میکنه در زمین بیشتر. It increases the ability of the soil to hold nutrition. و اقتدار خود همین خاک زمین رو برای قپیدن غذا نگاه داشتن غذا بهتر میکند. And it generally leads to better plant vigor, which leads to healthier, more disease-free fruits and vegetables. نمود ظاهری خود محصولات رو هم بهتر میگرداند و برای پرورش محصولات گیمکی سالم و غذاناک کمک میرساند. And another benefit is that we don't have to worry about, because it is the organic product, we can reduce our reliance on some of the chemical inputs, which reduces the chances that they make their way off the farm into the environment. و همچنین از بس که این ارگانیک است گیم که طلبات خود همین باغداران، طلبات استحصالگران با مواد شیمیایی کمتر می شود و دیگر نیاز به استفاده مواد شیمیایی نمی ماند و این با آن آورده می رساند که بیماری ها هم از باغ ها به باغ ها نمی گذارند دیگر. And then the last benefit that I like I make vermicompost at my home too, is I can use the worms to go fishing. و یکی از گیم که برتریت‌های دیگری استحصال خود همین بیوگوموس این است که من در خانه‌ام خودم هم با استحصال بیوگوموس مشغول هستم و آن کرم ها رو برای ماهیگیری استفاده میبرم. انا همین کرم اگر بسیار شود در مرغ هم تیان تخمتیش یا که دیگرش فایده میکند. What if you fed chicken with worms? Will it also benefit chicken? Absolutely. در ماهی Fish? Catman. ماهی پروری. Yeah, absolutely. بله. فایده کلان دارد. همداران عزیز ما اویدی پرورش بیوگوموس یک مصاحبه داشتیم خیلی که فهمیدیم در امریکا هم با همین بیوگوموس اهمیت خاص میتیان. من پیش از نوار گرفتن هم صحبت شدگی بودم در آنجایی که بیوگوموس استفاده میبرند در آنجا میوه تازه، میوه از شیمیایی آزاد، میوه با مزه به دست آورده می شود و درخت هم کمتر کسل می شود. برای همین من به شما پیشنهاد میکنم بیوگوموس رو بسیارتر استحصال کنید، استفاده برید. جناب بوب به شما یک جهان تشکر، موفقیت میخواهم و
خوشحال هستم که با شما شناسیدم. خوش آمدی. رحمت خوش آمدید شما. رحمت.